به کانال ویژیتریان فود خوش اومدید. با من همراه شید تا با مواد اولیه ساده یک خورشت خوشمزه و سالم بپزید. 3 قاشق غذاخوری لپه رو به مدت 1 ساعت خیس کنید. بعد از اینکه لوبیا سبزها رو شستید، اونا رو به اندازه دلخواه خرد کنید. در کنارش میتونید چند پر گوجه خشک رو هم خرد کنید. لوبیا رو با مقداری روغن و زردچوبه تفت میدین تا حین پخت بافتش رو حفظ کنید. یک عدد گوجه فرنگی متوسط رنده شده رو با مقداری آب و آب لیمویی تازه به لوبیا اضافه میکنید. به مدت 20 دقیقه روی حرارت قرار میدین تا پخته بشه. لپه ها رو که آب کشی کردید با 1 قاشق غذاخوری روغن تفت میدیم تا هم خامیشو بگیریم و هم حین پخت وا نره. با مقداری آب روی حرارت بذارید و مواظب باشید تا لپه له نشه. تقریبا 10 دقیقه برای پخت لپه کافیه. 3 قاشق غذاخوری پروتئین سویا رو با کمی آب بلند خیس کنید تا نرم بشه. 1 عدد پیاز متوسط رو به صورت نگینی خرد میکنیم و با روغن و زردچوبه تفت میدیم تا سبک بشه. پیازها که طلایی شد، آب اضافی سویا رو میگیریم و به پیاز اضافه میکنیم. خوب تفت میدیم تا بوی خامی سویا رو بگیریم. فلفل سیاه و قرمز، پودر زنجبیل، دارچین و ادویه کاری رو اضافه و به تفت دادن ادامه میدیم. عطر ادویه ها که آزاد شد، مواد رو گوشه‌ای جمع کنیم. چون سویا روغن رو به خودش میکشه، مقداری روغن میریزیم و رب رو به خوبی سرخ میکنیم تا رنگ و طعمش رو پس بده و بعد با مواد ترکیب میکنیم. آب لپه رو میگیریم اما لوبیا رو به همراه آب به موادمون اضافه میکنیم. نمک رو در آخر اضافه و در صورت تمایل میتونید مقداری زعفران دم کرده به خورشتتون اضافه کنید و اگر لازم بود مقداری آب هم به خورشتتون اضافه کنید و روی حرارت ملایم قرار بدید تا خورشت جا بیفته. امیدوارم این ویدیو مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگر میخواید بیشتر با غذاهای گیاهی آشنا بشید لطفاً لایک و سابسکرایب کنید.